بینندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری تلویزیونی آسیای مرکزی. سرخط مهمترین خبرهای روز. بعد تنش‌ها، معاون وزیر کارهای خارجه ایران به دوشنبه می‌آید. ریش‌تراشی میلیساهای تاجیک در سرخط رسانه‌های جهانی. قرب $1 به 85 روبل رسید. به کنستیتوسیای تاجیکستان تغییر و الوه‌ها وارد می‌شوند. ابراهیم رحیمپور، معاون وزیر کارهای خارجه ایران در امور آسیا و اقیانوسیا، روز یکشنبه وارد دوشنبه خواهد شد. طبق رسانه‌های خبری ایران و تاجیکستان، رحیمپور در جریان سفرش با سیراج‌الدین اسلف ملاقات نموده و دو جانب همکاری‌ها را بررسی خواهند کرد. درباره این سفر دیپلماتی بلندپایه ایران به تاجیکستان بعضی از رسانه‌های ایرانی نیز خبر داده و گفتند که معاون وزیر کارهای خارجه ایران در برابر تاجیکستان از روسیه، ترکمنستان و هندوستان هم بازدید خواهد کرد. آنها نوشتند که سفر ابراهیم رحیمپور بر اساس دعوت مقامات دیپلماتی این کشورها صورت می‌گیرد. دیدار معاون وزیر کارهای خارجه ایران از تاجیکستان زمانی انجام می شود که در پی دعوت رسمی محیدین کبیری، رهبر حزب ممنوع نهضت اسلامی، برای همایش وحدت اسلامی و دیدار او با رهبر روحانی ایران آیت الله علی خامنه‌ای، رواتب دوشنبه و تهران تا اندازه خدشه‌دار شده است. پس از نشست مطبوعاتی ریاست کارهای داخلی ختلان و اعلان تراشیدن 13,000 ریش مردان و برکندن قریب 7,000 سطر زنان، این خبر در جهان پخش شده و رسانه‌های جهانی از آن میگویند. سامانه شبکه تلویزیونی داشت با عنوان 13 سپریت خبرات ایثار و نیخیجاب مقاله نشر کرده است که ریش‌تراشی در تاجیکستان را نوع اسپاسب بر بیس رادیکالم اسلامم اصولهای نوی مبارزه با اسلام رادیکالی نامیده است. این نشریه می نویسد زمانی که در اروپا ریشمود شده است و از خرد تا بزرگ بر ریشمانی آغاز کردند، در تاجیکستان با بهانه مبارزه با افراطگرایی به تراشیدن ریش مشغولند. شبکه مشهور تلویزیونی فرانس 24 زیر عنوان رپورت از تاجیکستان اوپن سیزن آن بیدد من، تاجیکستان آغاز موسم شکار مردان ریشدار گزارش آماده کرده است که قرار است روز شنبه پخش شود. اینچنین چند رسانه روسی و اروپایی و عربی از این معرکه خبر و گزارش پخش کردند. قبلا مقامات کمیته امنیت و وزارت کارهای داخلی با ثبت ویدیویی علاقه‌های محرمانه چند روحانی و پخش آن در شبکه‌های اجتماعی و تلویزیون‌های دولتی تاجیکستان را در جهان مشهور کرده بودند. آن نوارهای ثبت کرده کمیته امنیت تا هنوز در شبکه‌های جهانی میچرخند و سامانه‌های جهانی از آن خبر و گزارش آماده می‌کنند. همگی 2 روز قبل یک سامانه فارسی زبان یکی از آن ویدیوها را نشر کرده مولاهای تاجیک را آخوندهای فاسق نامیده بود. در حالی که خبر ریش‌تراشی میلیسای تاجیک با صورت نشر می شود، مقامات کمیته دین از بستن صدها مسجد گزارش می دهند که شاید این گزارش ها هم به زودی به رسانه‌های جهانی راه یابند. روبل روسی در بیرژه مسکو 4.2% قیمتش را از دست داده به 85 روبل برای $1 نزدیک شده است. یک ساعت قبل در این بیرژه قرب $1 به 84.81 روبل رسید که رکوردی نوبتی است. قرب یورو باشد 4.4% بالا رفته 1 یورو به 92.55 روبل رسیده است. کارشناسی روس گفتند تا 90 یا حتی 100 روبل رسیدن قرب $1 در گمان است که بانک مرکزی روسیه دخالت کند. چون پایان روی قرب روبل به پایان روی نرخ نفت وابستگی دارد و دخالت غیر منطقی است و بانک مرکزی با هیچ راهی نمیتواند از پایان روی نرخ نفت جلوگیری کند. رهبر بانک مرکزی روسیه الویرا نبیولینا هم گفته است این بانک تنها در آن حالت به بازار قرب دخالت خواهد کرد که اساس خطر به وضع مالیوی کشور کند. بینندگان گرامی، اکنون برایتان خبرهای کوتاه‌ترین و مهم جهان را پیشکش می‌نماییم. کمک‌های روسیه با ضربه‌های هوایی‌اش به بشار اسد کار نداد. بنابر رسانه‌های خبری عربی، 14 گروه جهادی سوریه که گروه‌های بزرگ جیش الفتح و جیش الاسلام هم شامل آنند، عملیات متشکل را با نام صف‌بندی به ضد نیروهای بشار اسد آغاز کردند که هدفش بازگرداندن بلندی‌های لاتاکیه است. قبلا نیروهای اسد با کمک طیاره‌های جنگی روسیه چند دهه و شهرک سلمه را تصرف کرده بودند، اما چند
روز پس از تصرف مخالفان اکثر این دیه‌ها را برگرداندند و نقشه اسد را که احاطه مخالفان بود به نابودی رساندند. نرخ بنزین در شهر هفتون تاون ایالات تگزاس امریکا به 47 سنت برای یک گالون رسیده است. اگر این نرخ را به سومانی گردانیم برای هر لیتر 85 لیره می شود، چون یک گالون به 455 لیتر برابر است. چگونه که نماینده نشریه اگس بادیکوم ناظر نرخ بنزین در ایالات متحده امریکا پاتریک دیخان شرح داده است، این نرخ نتیجه رقابت تجاری 3 نقطه بنزین فروشی در این شهر بوده است. در روبروی پارلمان افغانستان در کابل به کاروان ماشین‌های دیپلماتی حمله انتحاری صورت گرفته است. قبلا رسانه‌ها خبر داده بودند این ترکش در نزد سفارت روسیه به عمل آمده است و در آن دیپلمات‌های روس کشته شدند، اما بعداً این خبر تقویض شد. الان از کشته شدن 5 نفر و زخمی شدن 12 نفر دیگر خبرها می‌رسند. ترکش را یک شهادت طلبی حرکت طالبان انجام داده است و صدای آن را در بیشتر گوشه‌های کابل شنیده. پلیس الان در مورد این ترکش گفت و گو انجام می‌دهد. 20 январ وکیلان پارلمان قرقیزستان قطع همکاری با روسیه را در مورد نیروگاه‌های برقی آبی قنبراتا 1 و نورین بالا را تصدیق کردند. قبلا رئیس جمهور قرقیزستان المازبек атамбоев گفته بود که روسیه با سبب بحران اقتصادی که گریبانگیر این کشور شده است دیگر نمی‌تواند شریک قرقیزستان در این ساختمان باشد. به سرقانون تاجیکستان تغییر و ایلاوه ها وارد کرده می شود. در این راستا انتظار می رود که وکیلان پالاتای پایانی کشور در جلسه نوبتی اجلاسی دوم مجلس نمایندگان پیشنهادها را در مورد تغییر و ایلاوه ها به سرقانون جمهوری تاجیکستان بررسی نموده سنه تعیین رایپرسی را معین نمایند. بنا به معلومات امید خاور طبق اطلاع کاتب مطبوعاتی مجلس نمایندگان محمد ستا سلطانов در جلسه وکیلان پارلمان همزمان لایحه قانون‌های جمهوری تاجیکستان آید به وارد نمودن تغییرات به قانون جمهوری تاجیکستان درباره قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیتی ملی جمهوری تاجیکستان آید به وارد نمودن ایلاوه‌ها به قانون جمهوری تاجیکستان درباره علاقه برقی را بررسی و قبول خواهند کرد. بینندگان گرامی این بود چند خبرهای مهمی روز که برایتان پیشکش نمودیم. سعادتمند و پیروز باشید. خدا حافظ.